بشیم الوهیم. درود به همه شما همراهان ارجمند با اولین آموزش کانال شهر سحر در یوتیوب در خدمت شما هستم. من دکتر اسمات آماده هستم تا از این به بعد با یک سری آموزش های بسیار بسیار عجیب و مجرب در خدمت شما باشم. طلسمی که امروز قرار هست به شما آموزش بدیم به جهت اینکه مردم دچار تنگ دستی هستند، دچار فقر هستند، کمبود رزق هستند، یا اینکه رزقشون دچار مشکل هست و برکتشون کم هست، اولین آموزش رو اختصاص دادیم به حل ضعف برکت در مال. قبل از هر چیز من یک پرانتزی باز کنم، یه آموزش پیش زمینه داشته باشیم. ببینید طلاسم عبرانی یا یهودی به 3 قسمت تقسیم میشه: یهودی سفلی، یهودی عبرانی یا همون طلاسمی که در رحمانیات ازش استفاده میشه، و یهودی شیطانی. با طلاسم یهودی سفلی و شیطانی که اصلا کار نداریم. یهودی سفلی باید شما علاوه بر این که یا خودت شخصا یهودی باشی یا تحت تعلیم یهودی ها مسلح و مسلط به خط و زبان عبری و یهودی باشی، تمکن مالی بالایی هم داشته باشی، به زعم این که بخورات و کرامت بسیار سنگینی داره، بخورات بسیار گران و خاصی داره و این هر کسی عهدهدار در واقع انجام این طلاسم نمیتونه بشه. اینکه شما میبینید بعضی ها میگن من طلسم یهودی میزنم یا فلانی طلسم یهودی میزنه، مراجعه بکنیم بهش، حالا روی پوست سیگار یا روی یه کاغذی که از دفتر کنده شده یه سری اشکال رو میکشن. نه، اینا رو اصلا توجه نکنید، اینا مضحکه‌ای بیش نیست و اصلا اینا یهودی حساب نمیشه. آنچه که ما به شما آموزش میدیم طلاسم یهودی عبرانی هست که در رحمانیات ازش استفاده میشه، طلاسم نورانی که قرار هست به شما آسیب نرسونه و شما ازش به بهترین نحو استفاده بکنید و انشالله آثار ما تقدم و ما تأخرش به شما و ما هم برسه به لطف ایزد یکتا. خب، فقر و مشکلات رزق که اکثر مردم درگیرش هستند، اما آموزشی که امروز به شما ارائه میشه برای این هستش که شما رزق دارید، نه اینکه زیاده. همون مقدار رزق کم یا متوسطی که به شما میرسه هم زود از دستتون میره و این برکت نداره. برای حل ضعف برکت در مال قرار هست آموزشی رو به شما بدم. قطعه پارچه سبز رنگ رو تهیه میکنید، قماش خضرا، و طلسمی که براتون به نمایش گذاشته میشه رو دقیقاً به همین نحو روی این قطعه پارچه سبز رنگ شما رسم میکنید. ساعتش یک ساعت سعد باشه در روزهای 13، 14 و 15 ماه قمری. تو یکی از این 3 روز در یک ساعت سعدی که خالی از نحوست باشه، یعنی اون روز قمر در عقرب نباشه، قاعدتاً محاق هم که نیست، چون محاق روزهای آخر ماه عربی هست. این 3 روز وسط ماه عربی رو شما در نظر میگیرید. یکی از این روزها در ساعت سعد، ساعتی که نکوست. حالا اگر ساعت سعد رو مد نظرتون هست کامنت بگذارید، تو کامنت ها من بهتون میگم چه روزهایی از این روزهایی که عرض کردم چه ساعتهایی ساعت سعده. این طلسم رو در اون ساعت نقش میکنید و مزمور 23 حضرت داوود رو یک بار به این پارچه میخونید، جوری که ارتعاش صداتون به این پارچه بخوره و این رو در واقع منزلتون جلوی درب ورودی، بالای درب ورودی آویزان میکنید. در تمام اعمال علوم غریبه و خفیه ایمان داشته باشید که چرا ایمان
شرط ثابت و واجب اساسی اجابت اعمال هست. حتما ایمان داشته باشید و به لطف خداوند خواهید دید در عرض 24 ساعت چگونه این طلسم برای شما کار خواهد کرد و برکت رو به زندگی شما خواهد آورد و از نتایجش شگفت زده میشید و تعجب خواهید کرد. این آموزش اول ما بود. خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید، نظری دارید حتما به اشتراک بگذارید که انشالله در کلیپ های بعدی ترتیب اثر داده خواهد شد. ممنونم از عنایت شما، سپاسگزارم. در پناه ایزد یکتا باشید.